همون اوایل ورودم اولین کارم که مینتولیست کردم تو NFT، فراخوان لیزبون پرتغال اومد برام و شرکت کردم و همون کارم انتخاب شدم اولین کارم. ولی وقتی دوباره وارد شدم خدا رو شکر به بچه آشنا شدم و اون کامیونیتی شکل گرفت حالا و اون حمایتایی که دوستان کردن، بچه ها کردن، خب خیلی باعث شد من کارم بیشتر و سریعتر به چشم کالکتورا بیاد و حالا به اون فروشه برسم. اون خستگی که شاید ما گرافیستا طراح گرافیک توی گرافیک از دست ایسه کارفرماهای متاسفانه ظالم داشتیم، اینجا میتونه راحت این قضیه رو برطرف کنه و اون چیز که دوست داری، اون سبکی که دوست داری، اون لذتی که از اون هنر میتونی ببری و اینجا راحت‌تر میتونی. مثلا الان مثلا سوال میپرسم، دوستان فکر میکنن که مثلا من الان اگه چند تا کار فروختم، حالا کارم یه ذره به چشم اومده، مثلا فعالیت خاصی نکردم، در صورتی که زحمت داره، هر چیزی زحمت داره. به قول پدرم خدا بیامرز نون خوردم زحمت داره. بعد از یه مدتی که رفتم و باز کردم حالا پکیج رو از 0 تا 100 نگاه کردم، خیلی خوب بود و قشنگ اون مسیری که نیاز بود من پله پله بیام بالا از 0 تا 100 رو انجام بدم و واقعا داشت و واقعا یه چیز کاملی بود و خصوصا اون آپدیت های جدیدی که هی اومد و هی به روز میشد خیلی بیشتر کمک میکرد. NFTR اولین مدرسه تخصصی NFT در ایران. مرسی، ممنون، تا خوب هستین. سلامت باشین، خیلی خوش اومدین. مرسی ازتون که دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون، متشکرم. ممنون از دعوت شما. سلامت باشین. خب خانم حمیده علیزاده عزیز، بهونه ما برای این گفتگو حضور فعال شما تو فضای NFT و فروش‌های متعددتون بوده. دوست داشتیم یه مقدار از تجربیاتتون بدونیم، اما قبل از اینکه بخوایم اساساً وارد فضای NFT بشیم، بهتره که یه مقدار خودتون رو معرفی کنید، هم ما بیشتر باهاتون آشنا بشیم، هم مخاطبی که این ویدیو رو می‌بینه، و بدونیم که قبل از اینکه اساساً وارد فضای NFT بشین چه فعالیتی انجام میدادین، فعالیت هنریتون به چه شکل بود و این مسائل. بله، خوشحالم که اینجا هستم. حمیده حسین علیزاده هستم، ولی خب بیشتر منو علیزاده میشناسن و علیزاده صدا میکنن. حمیده علیزاده و کارشناس ارشد گرافیک، طراح گرافیک و یک کوچولو حالا مدرس دانشگاه هستم. بعد از فعالیتام بخوام بگم که از ابتدای شروعم توی این زمینه برمیگرده به دوران کودکی و حالا فعالیتایی که داشتم و اون نقشی که خانواده خصوصا پدر مادرم داشتن توی این زمینه. من از بچگی یادمه که خب چون خیلی شیطون بودم برخلاف الان، برای اینکه مادرم یه جوری ما رو یه جا بند کنه با برادرم، همیشه یه کیسه خاکروز گوشه حیاتمون بود که بهمون یاد داده بود که چجوری با این خاکروزه گل درست کنیم و با اون حالا یه سری اسباب و وسیله و چیزای کوچولو برای خودمون درست میکردیم و باهاش بازی میکردیم. بعد که اینا رو ما ساختیم دیگه یه مدت چیز شده بود، یک نواخت شده بود برامون. باز مادرم برای اینکه ما رو یه جا بتونه با این گلا سرگرم کنه گوهاشو وارد کار کرد. گوهاشو وارد کرد و ما حالا شروع کردیم به نقاشی کردن روی این تیکه های کوچیک سفالی، ظرف و ظروفی که ساخته بودیم و حالا شکلک هایی که آدمک هایی که ساخته بودیم، اینا رو با گوهاش رنگ کردیم و میتونم بگم یه گوشه از اتاقمون پر از اینا شده، از همین چیزای کوچیک سفالی. این گذشت و مادر من همیشه به من میگفت توی نویسنده میشی. هیچ وقت نمیگفت توی هنرمند میشی، به من میگفت همیشه توی نویسنده میشی، تو قدرت تخیلت بالاه، تو خیلی خیال پردازی میکنی و اینا. همیشه از اون بچگی به من میگفت حمیده بزرگشه من مطمئنم نویسنده میشم. ولی من دوست داشتم اون موقع فضانورد بشم، حالا تو چیزای بچگی خودم و اینا. رفتم تا 5 دبستان با همین داستان جلو و
تا اونجا من عاشق ریاضی و ریاضیات و اینا بودم، همیشه هم نمراتم بالا بود. 5 دبستان معلمم یه کاری کرد که من از ریاضی متنفر شدم و مسیر زندگیم به کل تغییر کرد و اومدم سمت هنر. و میتونم بگم واقعا ازش ممنونم که اون اتفاق تو زندگی من افتاد و من مسیر زندگیمو تغییر داد. از سمت علاقه به ریاضی کاملا از ریاضی متنفر شدم و مسیرم برعکس شد و رفتم سمت هنر. دیگه رفتم کم کم کلاس طراحی و اون اتفاقو دوست ندارین خیلی بازش کنین نه؟ میگم اون اتفاقه رو خیلی نمیخواین باز کنید نه؟ معلمم خب کار خاصی نکرد بنده خدا، فقط اینکه نوع تدریسش یه طوری بود که من کلا اصلا از ریاضی زده شدم و نمراتم میتونم بگم از 19-20 اومد زیر 10. انقدر تاثیر داشت نقشش تو اون قضیه اون سال تو زندگی من. اینطوری شده بود که همه مونده بودن خب من یه دفعه چی شدم، چرا این شکلی شدم و اینا. اومدم با مدیرمون صحبت کردم و متوجه شدم که حالا معلم بنده خدا تازه کار بوده و هنوز مثلا خیلی تجربه نداره و اینا، ولی خب اون نقش شکل گرفت تو ذهن من دیگه. مثلا ریاضی زده شدم کلا. خوشحالم و واقعا از این اتفاق که مسیر زندگیمو تغییر داد. میگم همیشه میگم اون معلمو نمیدونه من چقدر دعاش میکنم، چون باعث شد که مسیر زندگی من از این چیزی که خودم تو ذهنم برای خودم ساخته بودم به کل تغییر کنه و رفت سمت اون علاقه واقعی خودم. دیگه رفتم دبیرستان 1 سال انسانی خوندم و برخلاف اون چیزی که دوست داشتم و گفتم دیگه به خانواده من نمیتونم این انسانی رو ادامه بدم و اینا. خوشبختانه خانواده هم تحمیل نمی‌کردن که نه تو حتما باید چیز کنی، چون اون موقع که ما هنرستان خواستیم بریم خیلی فکر می‌کردن هر کی میره هنرستان حتما درسش ضعیفه، بچه تنبلیه، درس نخونه و اینا. پدرم چیز کرد وایساد، برخلاف اینکه خیلیا میگفتن نه این کارو نکن 1 سال عقب میافتی و اینا، پدرم سفت وایساد و گفت نه هر کاری خودش دوست داره انجام بده. دوباره برگشتم از اول و هنرستان شروع کردم. هنرستان گرافیک رفتم. 3 سال هنرستان رو خوندم و پیش دانشگاهی رو گذروندم و وارد دانشگاه شدم. لیسانس و فوق لیسانس و سوره گرفتم، دانشگاه سوره. و دیگه از همون اواخر هنرستان من شروع کردم به کار کردن حرفه‌ای با کارفرما و اینا. خیلی دوست داشتم سریع وارد کار بشم. الان میتونم بگم نزدیک 20 ساله که دارم گرافیک کار میکنم و حالا در کنار گرافیکم سفالگری دوران بچگی و ادامه دادم، اومدم جلو و هستم یکم و بیش همچنان یک گهگداری سفال رو هنوز کار میکنم اگه موقعیتش پیش بیاد. ولی خب تو گرافیک غرق شده بودم، گرافیک دیگه غرق شدم و یه جورایی دیگه خسته شده بودم این اواخرش از اون تسلطی که کارفرما روی کارام داشت و خیلی دست و بالم باز نبود و همیشه این قضیه اذیت کننده بود برام. دوست داشتم همیشه یه فرصتی پیش بیاد که اون چیزی که تو دلمه انجام بدم، اون چیزی که دوست دارم خودم انجام بدم. این اواخر 3-4 ساله که دیگه شروع کردم فریلنس کار کردن و دیگه جای ثابتی مشغول نیستم خدا رو شکر و خیلی راضیم از این قضیه. حالا نه فقط از لحاظ درآمدی، آرامشی که بهم داد خیلی برام مهم بود و دیگه کم کم رسیدم به اون چیزایی که علاقه داشتم. حالا یه سری تصویرسازیایی که انجام دادم در کنار گرافیک، پروژه‌ای که میگرفتم و اینا، تصویرسازیایی که دوست داشتم هم انجام دادم و کم کم خیلی اتفاقی با NFT آشنا شدم و افتادم تو فضای NFT و الان در خدمت. سلامت باشین. آشناییتون چطوری صورت گرفت با فضای NFT؟ من قبل از NFT اگه بخوام بگم برگردم یکم به عقب‌تر، من تو همون فضای گرافیک هم که بودم خیلی همیشه دوست داشتم که یه چیزی فراتر از
اون چیز که کار میکنم کارام باشه، یعنی تو فضاهای بین الملل و مسابقات خارجی، بیانالار خارجی رو خیلی دوست داشتم شرکت کنم. یعنی از همون اوایل دانشجویی همیشه آرزوم این بود که کارام بره تو این بیانالای خارجی و اینا شرکت کنم. خدا رو شکر خوشبختانه این اتفاق هم افتاد و تو گرافیک مثلا کارم چند تا بیانال خارجی شرکت کرد و انتخاب شد و این اون چیزی که من همیشه دوست داشتم این بود که کارم همیشه فراتر از ایران بره، همه جای دنیا پخش بشه، نه حالا اون اسم فقط، ولی اینکه گالری های مهم بره، اینکه تو جاهای مهم شناخته بشه. کارم خیلی برام مهم بود این قضیه. یعنی دوست داشتم از اون گوشه دنجی که یه موقعی برای خودم می ساختم، یه موقعی خیلی دوست داشتم بیرون بیام و کارم خیلی جاها دیده بشه و بره. من این بیانالا رو شرکت میکردم، کارم میرفت، ولی بازم راضی نمیشدم. یعنی با اینکه حس میکردم اون دیده شدن بود و اینا رو داشت، ولی بازم آنچنان راضی نبودم و خب همیشه دنبال یه چیز دیگه ای میگشتم که بتونم مثلا انقدر منتظر نباشم که یه روزی یه فراخوانی یه جایی ببینم و حالا شرکت کنم. در همین تکاپو بودم که اتفاقی یه روز آژه NFT رو دیدم تو بنستا، گشتم چند جا دیگه سرچ کردم، دیدم که مثلا حالا در مورد همین کارهای هنری که میذارم برای فروش و اینا با ارز دیجیتال، خیلی برام سوال شد که چیه. رفتم دنبالش، میتونم بگم 1 سال همینجوری درجا زدم، شاید حتی بیشتر. جسته گریخته گوگل و توی این استا و اینا این مطالب پراکنده‌ای پیدا میکردم، ولی هیچ کدوم نمیتونست اون چیزی که مثلا بتونه منو یه جوری مفهوم اصلی رو بهم برسونه. همیشه چیزای جسته گریخته بود که بچه منو گیج میکرد. 1 سال دقیقا همینجوری میپرسیدم از اطرافیانم، از دوستانی که حالا تو فضای هنر داشتم، گفتم مثلا NFT چیه؟ یه سری حالا من توی یه سری فضای دیگه هم کار میکردم، عکس‌ها رو که گذاشتم یکی اومد زد که استوری کردم، یکی اومد زد که اینا چقدر خوبه، چقدر هنر جدید کار میکردم، زد که چقدر فضای مدرن خوب داره، بیا NFT کن. اینو فقط برای من زد، خداحافظ، رفت. خب با پدرت و مادرت و NFT چیه؟ رفتم زدم براش NFT چیه، میدونید چیه؟ بعد دیگه رفت و هیچ خبری ازش نشد. فقط من زد که اینا خوبه، برو NFT کن. بعد من هی رفتم زدم که خب میدونستم که یه چیزایی شنیده بودم، گفتم این دیگه حتما میدونه چی به چیه. هرچی ازش پرسیدم دیگه اصلا انگار محو شد، رفت دیگه، خبری نشد و همینجوری میگشتم تو این استا سرچ میکردم و اینا که خوردم به پیج NFTیار عزیز و آشنا شدم باشم. آشنا شدم و چند وقت زیر نظر داشتمتون. حالا کلیپ هایی که میذاشتین، ریلز هایی که میذاشتین و اینا رو همه رو تست میکردم، نگاه میکردم با دقت، که میرفتم جلو اون گرها کم کم با همون کلیپ ها داشت یکم باز میشد که دیگه متوجه شدم که کلاس آموزشی و پکیج آموزشی داریم. خیلی با کمال میل اومدم و بکنم جز اون اولین دانشجوهاتونم بودم که تهیه کردم این بچه. چه زمانی با ما آشنا شدیم میدونی؟ من فکر میکنم هلوهاش 2 سال پیش بود. 2 سال پیش بود، 2 یا 3 سال پیش. من این پکیج رو ازتون تهیه کردم، ولی خب یه سری مسائل شخصی و یه سری درگیری‌های کاری برام پیش اومد، نرسیدم خیلی راستیتش دوره رو ببینم و برم سمتش و اینا. یعنی من این پکیج رو از شما خریدم شاید 6 تا 8 ماه همینجوری دست نخورده مونده بود، نمیتونستم برم. هی میرفتم یه چیز میکردم، باز میکردم نگاه کنم، ولی اصلا انقدر ذهنم درگیر بود و اینا نمیتونستم دقیق و کامل برم سمتش. بعد از یه مدتی که رفتم و باز کردم، حالا پکیج رو از 0 تا 100 نگاه کردم، خیلی خوب بود و قشنگ اون مسیری که نیاز بود من پله پله بیام بالا از 0 تا 100 رو انجام بدم و واقعا داشت و
واقعا یه چیز کاملی بود و خصوصا اون آپدیت های جدیدی که هی اومد و هی به روز میشد خیلی بیشتر کمک میکرد و واقعا تست شد که من دیگه اولش هم خیلی میترسیدم که وارد این فضا بشم و یه ترسی داشتم که بیام حالا اون تحریمایی که ایران هست و اون شناختی هم اصلا از ارز دیجیتال و اینا من اصلا نداشتم و هنوزم ندارم. یه همین دوتایی که باش کار میکنم و فقط یکم و بیش میشناسم و دیگه دلو زدم به دریا و بعد یه مدت شروع کردم و وارد فضا شدم. اینجا اعتراف کنم که خیلی به حرفاتون گوش ندادم و خواستم بر اساس اون تجربه‌ای که حالا از گرافیک داشتم و حالا یه ذره غروری که داشتم تو گرافیک فکر می‌کردم دیگه خب من دیگه اوکی هم دیگه وقتی تو گرافیک تونستم کار بفروشم به جای خوبی برسم چرا مثلا الان از همون تجربه استفاده نکنم و با اینکه کامل دوره رو دیدم ولی اصلا زیاد اهمیت ندادم به اون گفته‌هایی که مثلا گفته بودید و اینا. من کار خودم رو کردم رفتم جلو و بعد از 5 ماه با شکست مواجه شدم. یه شکست وحشتناکی خوردم و خورد تو ذوقم، خیلی خورد تو ذوقم. یعنی به قول یکی از دوستان من حس می‌کردم که اینو الان من میرم کارم و یکی از کارهای تاپ که دارم و میذارم تو اون فضا و رها میکنم و بالاخره مشتری خودشو پیدا میکنه و اون کار فروخته میشه. ولی بعد از 5 ماه متاسفانه شکست خوردم و هیچ اتفاقی نیفتاد و خیلی خورد تو ذوقم و کلا همه کارمو برن کردم و اومدم بیرون و گفتم که نه این اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته. ولی خب همچنان شما رو پیگیری می‌کردم NFT ها رو دوستانو و شما بچه‌ها که هی می‌ذاشتی موفقیتاشون هی یه ذره چیز می‌شدم انگولک می‌شدم که دوباره برگردم که این اتفاق افتاد خوشبختانه و این سری بچه خوبی شدم و کامل به حرفایی که زدید گوش دادم و میتونم بگم کمتر از 1 هفته شاید اولین کارم به فروش رفت و الان 2 ماهه که دوباره از اول شروع کردم تازه که تو این 2 ماه خدا رو شکر تونستم فعالیت خوبی داشته باشم و خوب پیش برم. دلی تو این 2 ماه میدونید چند تا حدوداً نسخه از کارتون رو به فروش رسوندین؟ این 2 ماه اولین کارم 10 نسخه تخمینی اگه بخوایم بگیم از اولین الان 4 تا کار گذاشتم که اولیش 10 نسخه ازش رفته هلوهوش 20 تا اینا فکر کنم نزدیک به 20 تا. چون من زیاد کار نمیذارم چون تازه دارم شروع میکنم همزمان هم کار میکنم هم میذارم هنوز زیاد پیجم مثلا پر نشده به قول بچه ها هنوز ویترینم کامل شکل نگرفته ولی خب تو همین مدت کوتاه که کارا رو گذاشتم و اون فیدبکی که داشتم نظرات دوستان خیلی خوب بوده برام و امید بخش که واقعا همین مسیر رو ادامه بدم تا ببینیم ان شاءالله خودش. من امیدوارم که همینطور بشه. تجربتون از آموزش ها چطور بود؟ آیا به همه سوالاتی که داشتین داخل دوره پاسخ دادیم؟ بله واقعا من تو این چند وقته که حالا خیلی سوال شده ازم که میومدن تو دایرکت هستن خیلی بچه‌ها که واقعا مثلا این پکیج کمک کرد و اینا واقعا میگفتم که اگر میخواید بخرید این من مثلا چیز نکنید 0 تا 100 برید قشنگ مطالب رو گوش بدید و همونو انجام بدید مثل من به قول معروف بازی در نیارید آخرش ضربه بخورید. واقعا خوب بود واقعا سوالایی که تو ذهنم بود و همه رو جواب داد. من واقعا با همین پکیج تونستم همه اون گره های ذهنیم باز بشه و اون 1 سالی که درجا زدم جبران بشه. بله میگم واقعا اون پکیج کامل بود برای من تا الان که خیلی کمک کرده. حالا خیلی تونست جامع باشه برام. درست. پشتیبانیمون چطور توی این مدت موردی بوده که سوال براتون پیش بیاد با پشتیبانی در ارتباط بشین؟ من یه بار همون اوایلش بود یادم نیست الان چه سوالی پرسیده بودم
همون اوایل یه بار اومدم سوال پرسیدم که پشتیبانی هم خوب بود، جواب دادن و ولی دیگه برام پیش نیومد. مثلا اون خودش پکیج انقدر کامل بود که سوالی برام پیش نیاد و اینا. مثلا که آدم تا وارد فضای کار نشه خیلی نمیتونه چیز کنه. بعد که وارد شدم خب چرا یه سری سوالا پیش میومد، یه سری چیزای مبهم بود برام که وجود داشت که نه بازم میگم حالا تونستم با همون برطرفش کنم. خیلی عالی. و کامیونیتی چطور؟ کامیونیتی آیا نقشی داشته توی فعالیتتون توی این فضا؟ بله خیلی خیلی تاثیر داشت. یعنی من اون اولی که شکست خوردم هیچ کدوم از اینا رو نرفتم سمتش دیگه، نه کامیونیتی داشتم نه حالا خیلی کارامو شیک میکردم، مثلا تو اسپیس ها میرفتم اینا، خیلی حضور فعالی نداشتم اصلا تو فضایی که باید مثلا فعالیت میکردم. ولی وقتی دوباره وارد شدم خدا رو شکر به بچه آشنا شدم و اون کامیونیتی شکل گرفت حالا و اون حمایت هایی که دوستان کردن بچه ها کردن خب خیلی باعث شد من کارم بیشتر و سریعتر به چشم کالکتورا بیاد و حالا به اون فروشه برسم. خیلی عالی. شما گفتین که یکی از انگیزه هاتون برای ورود به فضای NFT همین دیده شدن تو ابعاد جهانی بوده یا حضور در ایونت ها و رویدادهای جهانی. خب خیلی ها وقتی میخوان وارد این فضا بشن با دید فروش آثار هنری و مزیت‌های مالیه که وارد میشن. اساساً این موردی که شما گفتین چطور امکان پذیر شده تو فضای NFT؟ ببینید برای شخص من فقط موقعیت مالیش اصلا مهم نبود. نمیگم نیستا، هست ولی درجه بعدی داد. برای من بیشتر این بود که کارم تو اون فضا وارد بشه، اون علاقه که دوست داشتم همیشه کارم دیده بشه اون بیشتر برام مهم بود. و خب خود به خود حس میکنم وقتی وارد یه سری حالا مجموعه های هنری بشه، سری گالری هایی که مهمه دیده بشه، خود به خود مثلا اون قیمت اثر بالا میره و اون ارزش مالی بیشتر میشه دیگه. من این برام مهم بود، ولی خب تاثیر داره قطعا دیگه از لحاظ مالی و اینا هم خیلی میتونن روش حساب کنن. ولی خب اینا واقعیت هم باید در نظر بگیرن که همه چی بستگی به تلاش خودشون داره دیگه. مثلا اینجوری فکر نکنن که آقا من الان این بسته رو گرفتم دیگه این بسته قراره برای من جادو کنه. اون تلاش و پشتکاره و صبری که باید داشته باشن اونو خیلی مهمه. اینو میخواستم ازتون بپرسم که در واقع چطور فضای NFT داره به دیده شدن اثر تو ابعاد جهانی کمک میکنه؟ خب خیلی راحتی این قضیه داره اتفاق میفته. یعنی اون چیزی که من قبلا هم چون این تجربه رو داشتم تو فضای بین الملل کار میفرستادن، حالا اون موقع میگم من باید یا سرچ میکردم یا منتظر میشدم یه سری سایت های هنری یه سری فراخوانا رو بدن، یه سری زمان بر بود این قضیه. ولی الان نه، الان تو این فضای NFT به وفور پیدا میشه این قضیه و هستش، خیلی راحت تره. حالا فراخوانایی که میدن بیشتر جای مهمی که هست. الان من حس میکنم که اکثرا هم دارن گالری مهم معرجی و به این سمت میان. یعنی یه چیزی که دیگه الان باید به روز باشن دیگه، باید خودشونو به روز کنن و الان دارن به این سمت میان و فراخوان میدن. خیلی حتی من با اینکه تازه کار بودم و تازه وارد شده بودم ولی از یکی دو جای مهم برام مثلا پیام چیزی اومد که فراخواناشون رو برام ارسال میکردن و مثلا میخواستن که من شرکت کنم، که همون اوایل ورودم هم اولین کارم هم که مینتولیست کردم تو NFT فراخوان لیزبون پرتغال اومد برام و شرکت کردم و همون کارم انتخاب شدم. اولین کارم باز دوباره اون که دوست داشتم اتفاق افتاد و همون اوایلم رخ داد. خیلی برام جذاب بود، واقعا خیلی بهم چسبید. یعنی قبل از اینکه من فروش داشته باشم این اتفاق رخ داد و میگم برای من بعد فروشش در درجه دومه. اون چیزی که میخواستم اول اتفاق بیفته برام اتفاق افتاد. چقدر جالب. واقعا منم خیلی موافقم باهاتون. یکی از جنبه‌های جذاب مارکت NFT همین ایونت های مختلفی که داره تو سرتاسر جهان
برگزار میشه و واقعا فرصت رو به وجود میاره برای آرتیست‌ها که از همین داخل ایران بتونن کاراشون رو توی ابعاد جهانی نشون بدن، توی بیلبوردهای مختلف. و حالا این چقدر میتونه به ساخت برند هنرمند کمک بکنه و در بلند مدت چقدر میتونه مفید باشه. درسته، بله. حالا من چیزی بخوام بگم، یه چیز مهمی که NFT باعث شد من بهش برسم این بود که من تو گرافیک به اون چیزی که میخواستم نتونستم برسم. من گرافیک رو خیلی دوست داشتم، یعنی میتونم بگم یه موقعی بچه‌ها رو میخوام شوخی کنم باشون سر کلاس میگم من بدر تولد گرافیک خوندم اومدم تا الان. ولی من همیشه دنبال یه سبک خاص بودم برای خودم، همیشه دوست داشتم اون خط مشقم، اون امضام تو کارم مشخص بشه با سبک کاری. ولی خب به خاطر پراکندگی گرافیک من نتونستم این کار انجام بدم. خب گرافیک خیلی گسترده بود، خیلی وسیع بود و خیلی تلاش کردم که به این قضیه برسم ولی نرسیدم. اما تو NFT به محض ورود و البته ورودی که با موفقیت انجام شد، نه اون ورودی که با شکست بود، من تونستم خدا رو شکر الان برای خودم یه سبک تصویرسازی داشته باشم، یه سبکی که حالا اون خط مشی خودم رو داره، اون دست خط خودم رو داره، امضای خودم رو داره که شاید مثلا اگر کسی کار منو جایی ببینه از رو خطم تشخیص بده که این کار کیه. این برام خیلی مهمه که تو این فضا تونستم واقعا بهش برسم. برای همینه من زیاد کار ندارم، چون به محض ورود به NFT و از همون موقع همزمان دارم هم کار میکنم هم حالا میذارم برای لیست و اینا، بعد برای همین زیاد کار ندارم هنوز. الان هلوش 5-6 تا کار بیشتر انجام ندادم، ولی خیلی واقعا از این قضیه لذت میبرم. اون چیزی که دوست داشتم و بالاخره اینجا تونستم بهش برسم. چون الزامن حالا الان در واقع به مارکت NFT به دید شغل تمام وقت هم نگاه نمی‌کنی دیگه، درست میگم؟ چون بعضیا دیدشون اینه که اوکی من تمام زمان و هزینه‌ام رو باید صرف این مارکت بکنم تا نتیجه بگیرم. نه من الان به دوستامم میگم که بچه‌ها رو میبینم خیلی وقت میذارن، یه موقعی مثلا میگن حالا یه چیز میخوام، میگم که همه وقتتون رو اینجا نذارید فعلا، چون تازه کارین. اون چیزی که ما شاید مد نظرمون الان قطعا بهمون نمیده، باید حالا وقت بذاریم شناخته بشیم و بریم جلو. من خودم الان در کنار NFT همون پروژه‌های گرافیکم کار میکنم، قبول میکنم و گرافیکم NFT هم هست، حالا تصویرسازی میکنم و سمتش میرم. ولی میدونید الان برای من اون تصویرسازی جذاب‌تر شده، یعنی اصلا بعد مالیشو بذاریم کنار، دوست دارم بیشتر وقتمو بذارم برای اون تصویرسازی، حالا نه اینکه فقط صرفا بخوام NFT شون بکنم. اون چیزی که دوست داشتم و بهش رسیدم و الان هی فکر و ذکرم به اینه که ایده جدیدم چی بشه، کار جدیدم قراره چی بشه. حتی وقتی هم که دارم گرافیک کار میکنم وسط ایده پردازی گرافیکم باز اون میاد تو ذهنم، هی باید یه جوری چیز کنم که تمرکز داشته باشم. خیلی درست میگی. خیلی برام دقیقاً همینطور، یعنی دست روی یکی از دغدغه‌های مهم گرافیستا گذاشتین شما واقعاً. این امکان کار مستقل که واقعاً هیچ جای دیگه فراهم نیست، ولی خیلی از به خصوص گرافیستا با همین روی کرد وارد فضای NFT میشن تا بتونن کار مستقل و اون کاری که خودشون دوست دارن و مشخصا انجام بدن، از همون هم بتونن کسب درآمد بکنن، برندشون روی همون بسازن. درسته، واقعا همینطور. یعنی میگم اون خستگی که شاید ما گرافیستا طراح گرافیک توی گرافیک از دست ایسه کارفرماهای متاسفانه ظالم داشتیم، اینجا میتونه راحت این قضیه رو برطرف کنه و اون چیز که دوست داری، اون سبکی که دوست داری، اون لذتی که از هنر میتونی ببری و اینجا راحت‌تر میتونی انجام بدی. چقدر جالب. کلا نقش گرافیستا رو چطور میبینین تو فضای NFT؟ والا من فکر میکردم که خیلی نقاشا و تصویرسازا موفق ترن، ولی الان هرچی میرم جلوتر حس میکنم گرافیکا، بچهای گرافیک، طراحان گرافیک انگار بیشتر موفقن. مخصوصا آقای جک باچر رو که دیدم، الان خیلی هم پیگیرشون هستم و هی دارم
هر روز کاراشون رو میبینم و چیز میکنم. اینم چه من خودم چقدر ایده داشتم تو گرافیک، تو مثل همین کاری که الان دارن ایشون میکنن اینا، ولی یه سریاش واقعا میتونم بگم به خاطر همون چیزی که نداشتم، اختیاری که نداشتم تو کار گرافیک از بین رفت و شاید حالا به همین راحتی ها دیگه نتونه دوباره تو ذهن من شکل بگیره، ولی واقعا بچه‌های گرافیک میتونن موفق باشن و دستشون باز باشه. آره، من نقطه قوت در واقع گرافیستا رو این میدونم که هم به نظرم درک خوبی نسبت به اون ساید هنری ماجرا دارن و هم درک نسبتا خوب و تسلط خوبی هم نسبت به بازاریابی و مارکتینگ و این مسائل دارن. به خاطر همین خیلی خوب تونستن از تلفیق این دوتا نتیجه بگیرن. درسته، در کنار هم داشته باشم. حالا جک قطعا دیگه. آره، ما بیشتر با بازار و کارفرما و مشتری سرکار داشتیم و جک باچر هم ایشون هم به نظرم داره از این چیز حسابی استفاده رو میبره و حسابی داره لذتشو میبره. لذتشو داره میبره. آره، حجم معامله‌ای چند صد میلیون دلاری و عجیب غریب و واقعا خیلی جالبه. حالا اگه دقیقاً حالا گرافیستایی که دارن این گفتگو رو هم تماشا میکنن، حتما بهشون توصیه میکنم کارهای جک بوچر رو دنبال بکنن. خیلی هم میتونن ازش ایده بگیرن، هم تو جنبه‌های مختلف میتونه بهشون کمک بکنه. دقیقاً همینطوره. خب اینم از جک بوچر و این مسائل. حالا میخواستم در مورد این صحبت کنم که یه مقدار در مورد ساید هنری صحبت کردیم، حالا به این بهونه بریم یه مقدار در مورد بازاریابی هم صحبت بکنیم. اینکه اساساً شما برای بازاریابی دارین چه فعالیتی انجام میدین و این کجا داره بیشتر صورت میگیره، چقدر دارین برای زمان میذارید؟ بازاریابی که مهمترین بخششه دیگه، یکی از مهمترین بخش‌های NFT و به نظرم اوایل ورود به این قضیه خب وقت خوبی باید بذاری براش، وقتی باید بذاری که شناخته بشی و حالا تا بالا بیای و اینا. من بیشتر تو خود توییتر و آبجکت فعالیت دارم، مخصوصا همون توییتر و حالا اون فضاهای اسپیس و شیل کردن کار، خصوصا اسپیس خیلی مهم بوده و میگم من اولی که وارد شدم و موفق نشدم، بچه ها میدیدم توی کانال میزدن اسپیس ها چقدر مهمه شرکت کنید و اینا، ولی یکی این که زبانم خوب نبود، اون اعتماد به نفس رو نداشتم، حس میکردم که خب مثلا من برم یه سوال بپرسن نتونم جواب بدم خیلی بد میشه و خیلی زشت میشه و اینا. همیشه میترسیدم وارد فضای اسپیس و اینا بشم، ولی سری دوم که وارد NFT شدم دیگه به خودم قول دادم همه اینا رو باید انجام بدم، دیگه کاملا وارد این فضاها شدم و بر ترسم غلبه کردم و اولین اسپیسی هم که وارد شدم با کمال پررویی رفتم صحبت کردم. اسپیس انگلیسی هم بود و همه انگلیسی زبان بودن و اصلا من با اینکه تسلطی هم نداشتم، همونطوری که توی پکیجم گفته بودین من متن تهیه کردم و حالا کپشنم و توضیحاتم تو متن نوشتم و اما اولا بهشون گفتم من زبانم خوب نیست، تسلط ندارم، نمیتونم صحبت کنم زیاد و برای همین مثلا پرزنت کارم رو از رو متن میخونم برات. بعد فکر میکردم مثلا خیلی عجیب باشه براشون، دیدم نه چقدر اصلا مشکلی نبود و خیلی هم استقبال کردن و اولین اسپیسی که رفتم هم میگم کارم رو پرزنت کردم به زبان انگلیسی بود و خیلی استرس داشتم، ولی بعدش دیدم که نه یه چیز خیلی الکی بود، میترسیدم ازش. الان نه خدا رو شکر بچه‌های ایرانی هم هستن خیلی کمک میکنن تو فضای اسپیس ها که اونایی که زبانشون قویه واقعا به هم دیگه کمک میکنن، همدیگر حمایت میکنن و شده یه جاهایی مثلا گیر کنیم میان برای ترجمه میکنن و مترجم میشن واقعا برای. آفرین. دقیقاً.
و این جو ساپورتیو رو هم ما خیلی داریم میبینیم مشخصا تو فضای NFT که چقدر از همدیگه حمایت میکنن. اینم خودش خیلی جالبه. شاید تو فضاهای دیگه جالب، مهم، خیلی مهم. بله واقعا جالب و مهمه و اگر این به نظرم این ساپورتیو نباشه و بچه‌ها از هم حمایت نکنن، سرعت خیلی پایین میاد و سرعت کار، سرعت شناخته شدن خیلی پایین میاد و این که بچه‌ها از هم حمایت کنن و این یه جورایی هم به نفع خودشونه، همین که حالا اون طرف مقابل دیده میشه. اینجوری نیست که فقط شما یکی حمایت کنی مثلا به نفع اون طرف بشه، نه، اول مثلا اون خودت هم دیده میشی. حالا تو فضای توییتر یه طوریه که هی همه این ریتوییت کردن و اینا باعث میشه هی چرخش داشته باشه و اینا خیلی خوبه. این حمایت واقعا مهمه، خیلی باعث دیده شدن کار میشه. کلا تجربه فعالیتتون تو فضای NFT چطور بوده تا الان؟ الان تجربه که بخوام بگم که خیلی قشنگ بوده، خیلی شیرین بوده، ولی در این حال سخت بوده. باید تلاش کنیم. خب این سختی و تلاش هم تو همه کارا هست دیگه. هر کاری که وارد بشی قطعا راحت نیست. مثل همون گرافیکی که من با سختی تونستم خودم بکشم بالا، حالا اصطلاحاً خاکخوری داشت، اینجا هم الان همینه. باید یه ذره تلاشم و اینا رو زیاد کنم. صبر خیلی مهمه، صبر داشته باشی، زود ناامید نشی. و میگم من دوستان که هی میان ازم تو این اینستاگرام سوال میپرسن که چه جوری و اینا، همش بهشون میگم اگر میخواین وارد بشین، همه چیز بستگی به تلاش و صبر خودتون داره. همه چیز به خودتون بستگی داره و اینطوریه که اگه فکر میکنید که نمیرسید وقت بذارید و نمیتونید بیایید مثلا کاراتون رو خیلی پرزنت کنید، همون بازم نیایید بهتره، چون اینجوری شکست میخورید و میخورید تو ذوقتون. خیلی تلاش و پشت کار و صبر مهمه تو این قضیه، ولی خب خیلی هم شیرین و لذت بخش از اون ورشتم. اینم از بحث بازاریابی. و حالا در مورد زبان گفتیم. من به نظرم خیلی مهم بود. خیلی از آرتیستا به واسطه همین عدم تسلط به زبان فاصله میگیرن از این فضا یا حتی جرئت نمیکنن که واردش بشن، که شما به درستی واقعا توضیح دادین که مسئله نیست که بخواد این موضوع جلوی شما رو بگیره. درست میگم؟ بله میگم من تو همون پکیج آموزشی هم کامل گفته بودید این مسئله رو که میتونید راحت مثلا با یه سری حالا نرم افزارهای ترنسلیت یا حتی متنتون رو خیلی ساده بنویسید و توضیح بدید. ولی باز من میگفتم خب گفتنش راحته دیگه، ولی خب بخواد بره آدم انجام بده سخته. ولی تا خودم نرفتم انجام ندادم دیدم نه، من چقدر خودم رو الکی معطل کرده بودم. این اون شکست اولیه من، اگر من همه این حرفا رو گوش میدادم همون اول، بچه خوبی بودم، هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. اینقدر الکی وقتم رو هدر نمیدادم. الان دوستانی که همزمان با من همون 5-6 ماه پیش وارد شدن الان خیلی از من جلوترن. و یه بار صحبت شد، مثلا یکی از دوستان گفت من 5 ماه پیش اومدم. گفتم نگاه کن، تو 5 ماه پیش اومدی، وایسادی، کار کردی، استمرار داشتی، صبر داشتی، اون روالی که باید میرفتی رو درست انجام دادی. ولی من نه، من 5 ماه فقط درجا زدم الکی، شکست خوردم رفتم. 3 ماه بعد دوباره اومدم، یعنی 8 ماه 9 ماهی مثلا من الکی کامل از دست دادم و خیلی وقتم حد. کاملا درست میگی. خیلی مهمه واقعا آرتیستا، ما اون چیزی که روش مانور میدیم همینه، این صرفه‌جویی در زمان، آزمون و خطا کردن رو به حداقل برسونن، سعی کنن با یک استراتژی اصولی و هدفمند از همون اول اصولی فعالیت بکنن. ولی خب این البته خیلی با ارزشه که شما باز برگشتین. یعنی خیلی ها وقتی میان نتیجه نمیگیرن خیلی زودم دل سرد میشن و کلا میذارن کنار و میگن نه این اصلا مارکت درست و حسابی نبود، اصلا نمیشه فروخت. ولی این جالبه که شما برگشتین به این فضا. نه خب من میگم اون علاقه‌ای که دوست داشتم و دیده بودم که تو این NFT میتونم به دست بیارم. من میگم من بحث درآمدیش برام مرحله‌های بعدی بود. اون دیده شدن و اون گالریا و اون کارم رفتن تو چیزای بین‌المللی مهمترین قسمت بود برام و همون باعث شد که من دوباره برگردم.
شاید به خاطر اون علاقه بیشتر من چیز شدم، چون من الان بیرو در وایسی گرافیک بهتر دارم، همین الان در حال حاضر در میارم، حالا بعداً رو نمیدونم. ولی خب قطعا من اگه تو این فضا استمرار داشته باشم و حالا جلوتر برم، شناخته شده بشم، قطعا درآمدم هم از الان گرافیکم بیشتر میشه. ولی خب متاسفانه من میگن جوان‌ها باید خودشون تجربه کنن. من خودم باید تجربه میکردم و به این میرسیدم. شکست خوردم بعد 9 ماه و سرافکنده برگشتم. و جالبیش میدونید چیه؟ اینکه من توی یکی از همون اوایل ورودم اسپیس های ایرانی که داشتم توضیح میدادم که چی شد رفتم و دوباره برگشتم، یکی از دوستان انقدر خوششون اومد که تو چقدر خوب شد که دوباره برگشتی، جور و زر داشتی، این قدرت چیزو داشتی که کاراتو برن کنی بری و برگردی. همونجا جایزم یه کار ازم کالکت کرد. شاید جالب. شما گفتین که خیلی از بازار رمزای در واقع رمز ارزهای دیجیتال هم سر در نمیارید، درست میگم؟ نه، همین الانش هم دوستان صحبت میکنن تو اسپیس ها و اینا. اصلا خیلی میدونید برای من جنبه هنری و آرتیه مهمتر بود تا حالا یه سری درآمدزایی زیایی که تو زیادم هست تو این فضا. الان وارد شدم میبینم چقدر درآمدزایی داره. ولی من هنوزم یعنی برام اون آرت مهمه، حتی اگر درجه آخرم باشه. یعنی میگن که الان مثلا نزدیک کریسمس و تعطیلات عید چیز داره میشه، شاید یکم بازار NFT بخوابه و مثلا بیایید بریم سمت مثلا یه سری بازارهای دیگه‌ای که تو همین ارز دیجیتال و اینا هست. ولی من خیلی برام جذاب نیست. ولی خب خیلی از دوستان هستن که دارن این کار رو انجام میدن و خیلی هم راضیان، درآمدهای خوبی هم دارن. آره جالبه. در کنار هنر دارن انجام. درسته. من به خاطر این به این موضوع اشاره کردم که خیلی از هنرمندا وقتی میخوان وارد این فضا بشن، چون بالاخره بین NFT و ارزهای دیجیتال ارتباطاتی وجود داره، شما کاراتون رو با ارز دیجیتال خرید و فروش میکنید، این دید رو دارن که اوکی حتما باید دانش مالی خیلی خوبی نسبت به کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال داشته باشن تا بتونن توی این فضا فعالیت کنن. میدونید من چون قبلا تو فضای بین المللی که 2 بار به بنبست خوردم به خاطر ارسال کارهام، به خاطر اون تحریمایی که داشتیم. یادم یه جا مکزیک بود فکر کنم، خواستم کارامو ارسال کنم و باید $1 هم مثلا میفرستادی، مثلا در چیز گسبی کارش، چیز نمایشگاهشون $1. خارج از فضای NFT دیگه، درسته؟ آره جان، جدا از فضای NFT این چیزی که داری میگی. بله آره، اصلا موقع اصلا NFT نمیدونستم چیه، همون فضای گرافیکی که برای بین لاین کار میفرستادم. بعد نوشته بود که مثلا هزینه ورود به مسابقه نمایشگاه انقدر میشه، $1 یا $2 بود موقع. ولی خب من نمیتونستم، تحریم بودیم، من نه فضای بین المللی میدونستم مثلا این داد و ستدهاشون چی جوریه، نه کارت اعتباری چیزی داشتم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم دیگه. اونجا انقدر مثلا چیز شده بودم که آخر همسرم بنده خدا گفتن که بیا، من یکی از دوستام آمریکاه، من چیز میکنم، بیا مثلا از طریق ایشون این کار رو انجام بده. به خاطر $2 بنده خدا رو مثلا چیز کردیم که اومد این کار رو انجام داد و حسابش هم بلوکه کردن یه چند روز. آره که مثلا این نفر سوم یهو از کجا اومده که برای تو پول جابجا کردی براش، به خاطر $1-2 فکر کنم 48 ساعت حسابشو بستن. و اونجا من واقعا دیگه بیخیال شدم، گفتم اگه جایی بخواد اینجوری ادامه داشته باشه همون نرم دیگه بهتره تا اینکه بخواد همچین ریسکای بزرگی داشته باشه. بعد دیگه الان خوبی NFT اینه که خودت دیگه راحت میتونی این قضیه رو انجام بدی بدون هیچ دردسری دیگه. اون تحریم‌های مالی اصلا نیست توش دیگه، راحت دیگه خرید و فروشی چیزی داشته باشی راحت میتونی، یا اگه بخوای جای گسفی پرداخت کنی راحت میتونی این قضیه داشته باشی. دقیقا همینطوره. اساسا میگیم که بازار NFT ماهیتاً تحریم ناپذیره، چون به دولت خاص و به نهاد خاصی وابسته نیست.
و این تمامی تراکنش ها داره با حالا یک سری کیف پول دیجیتال و صرافی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال انجام میشه. یعنی دیگه ما واقعا نه نیازی به پیپل داریم نه نیاز به کردیت کارت داریم و خیلی مسائل ساده کرده. درست میگید. خیلی راحت شده. یعنی این یه دفعه‌ای انگار یه سد بزرگی از جلو راهمون برداشته. خب خیلی مانعه دیگه. من به شخص خودم خیلی مانع کارم شد این اتفاق تحریم و اینا. این مدت اصلا دیگه فکر کنم از اون موقعی که من تو این جشنواره شرکت میکردم تا وقتی که دوباره وارد NFT بشم یه مدتی دیگه کاملا گذاشتم کنار. اصلا از اون فضا سر همین قضیه ترسیدم و گفتم ریسک دیگه، یا بی‌نالای رایگان شرکت میکردم یا اصلا دیگه شرکت نمیکردم. ولی خب الان NFT خیلی راحت کرده این قضیه دیگه و اون مشکل رو دیگه نداره. خدا رو شکر. درسته. بزرگترین مشکل هم بود واقعا. درسته. متوجهم. واقعا دغدغه خیلی از آرتیست هم هست و بله. به خصوص کسایی که دارن از داخل ایران کار میکنن که خوشبختانه راه حل‌های خیلی خوبی براش به خصوص تو مارکت NFT ارائه شده. درسته واقعا. خب اینم از این. در مورد این هم صحبت کردیم دیگه. دوست داشتم یه مقدار در مورد نحوه فرآیند NFT کردن کارتون هم توضیح بدین، چون بعضیا هستن که فکر میکنن این کار خیلی تکنیکاله. حتی از ما سوال میپرسن که آیا نیاز به کد زدن هست مثلا برای NFT کردن کارها؟ آره یک نه خیلی راحته، خیلی راحته و میدونید خب چون من خودم میگم یه سری سوالات قبل از اینکه آشنا بشم بالا با شما یا تو ذهنم بود، دوستانم الان همینن دقیقاً دیگه، چون اون چیز مبهم تو ذهنشون هست یه قول بزرگی برای خودشون ساختن. نه NFT کردن کار فکر کنم کمتر از 1 دقیقه انجام میشه، خیلی سریع، خیلی راحت، با چند تا کلیک ساده این اتفاق میفته و به کار تو NFT میکنی. اصلا چیز سختی نیست واقعا. دقیقاً همینطور. حتی یه فرم چیزا پر کردنم سریعتر تموم میشه با خود کارو فقط یه فرم کاغذی پر کنی. آره ولی مسئله اینه که خب به همینجا ختم نمیشه داستان. درست میگم؟ یعنی اون مهارت بازاریابی، اون پروموت کردن، اون این مهمترین قضیهشه. نه NFT کردن خودت اون اثر هنری من منظورمه. ولی اون که تو بخوای وارد بازار و مارکتینگش کنی که قطعا باید وقت بذاره و پشت کار حسابی داشته باشه. ولی اینکه کد بخوای بزنی و مثلا سفینه‌ای هوا کنی و نه، این اتفاقا نیست. خیلی عادی و راحتی انجام میشه و بعدش دیگه باید تو بازار فعالیت‌های بازاریابی رو داشته باشی. من یه چیز جالب بگم این بود که مثلا حالا من هی استوری میذارم تو این استام که مثلا کارم فروش رفت اینا. مثلا دوستان فکر میکردن که خیلی قضیه راحتیه. من دوستای هنرمند زیاد دارم اطرافم، کاراشون هم واقعا خوبه. یکیشون اومد گفتش که فلانی بیا ما هم کارامونو میریم تا برو کارای ما هم بذار. گفتم مگه همین الکیه؟ من انقدر باید وقت بذارم، انقدر باید چیز کنم؟ من خودم الان از هنرستان تا الان میتونم بگم یه آرشیو خیلی قوی برای عکاسی و عکس دارم. انقدر دوست دارم الان مثلا اون آرشیوم NFT کنم، ولی واقعا نمیتونم. یعنی بازاریابی خیلی مهمه، اینکه وقت بذاری و بازاریابی کنی. الکی نیست که تو این کار رو رها کنی بره و تون کار بذاری و یه اتفاق معجزه آسایی رخ بده. نه اینجوری نیست، واقعا باید وقت گذاشت. ما توی دورمون روش‌های عرضه مختلفی رو گفتیم. خب وانوان هست، ادیشن هست، اوپن ادیشن هست، انواع مختلف روش‌های حراج. دوست داشتم بدونم شما تا الان از کدوماشون استفاده کردین؟ من خیلی هنوز همشون استفاده نکردم، میگم چون زیاد کار نذاشتم و تازه وارد شدم. نه اصلا بحثی نیست که باید از همشون استفاده کنید. میخوام ببینم تجربه شخصی شما. نه هنوز شاید فقط یکیشون استفاده کردم، ولی خب دارم میبینم دوستان هم بانوان گذاشتن، اوپن ادیشن. الان این کار جدیدم که دارم میخوام ایشالا بذارم، میخوام اوپن ادیشن بذارم و بعد از اون یه ایده خیلی خوبی دارم
اونو حس میکنم که وانوان بذارم حتما و قیمت بالا. تو فکرم هست که بذارم ولی هنوز نذاشتم. میگم هنوز یعنی فرصت نشد چون کار زیاد نذاشتم، یا همزمانم دارم کار میکنم و بعد میذارم. یعنی اینجوری نیست که من مثل خیلی از دوستان هستن که کار دارن آماده، مثلا از قبل کاراشون هست و اون حالا هی میان راحت هر چند وقت یه دفعه NFT میکنن و میذارم برای فروش. ولی من اینجوری نیستم. من دارم تازه شروع کردم با محض ورود به NFT. همزمانم دارم اون کار تصویرسازیمو شروع کردم و قبل از اون من اصلا این سبک کار نکرده بودم. آزمون خطا دارم میکنم تو تصویرسازیام. خب زمان بره، مثلا میبینید 3-4 هفته یومینی یه کارم طول میکشه. ولی الان میگم این کار جدیدم که میخوام بذارم اوپن ادیشن میخوام بذارم انشالله و بعدیشو حتما بانوان. این زمانه رو چجوری داری مدیریت میکنید؟ هم برای خلق اثر و حالا کارهایی که مربوط به خلق اثر میشه و هم فعالیت توی بازار NFT؟ راستیتش اگه بخواین من بیشتر مدیریت نمیتونم بکنم، نه اصلا همچین چیزی نه. بیشتر اون علاقه باعث میشه که کشش پیدا میکنم سمت این فضا و دارم کم کم حتی پروژه گرافیکم هم کمتر میکنم سفارشامو. الان مثلا 2 هفته است یه پروژه گرافیک گرفتم، هنوز حتی نشستم باش ایده پردازی کنم. خیلی دیگه برام شاید اون چیزه نیست. هی دوست دارم همین فضا کار کنم، هی دوست دارم بشینم تا تایم آزادگیر میارم بشینم تصویرسازی انجام بدم. یعنی اون آرامش رو من الان تو این سمت دیدم. یعنی مثلا چون تو گرافیکم اذیت شدم خیلی از دست کارفرمای عزیز، الان حس میکنم اینجا خیلی آرامش دارم، خیلی راحتم، خیلی چیزا. واسه همین بیشتر این سمتم. یعنی مدیریت خاصی انجام نمیدم، از رو علاقم بیشتر دارم سمت تصویرسازی و NFT میرم و یه موقع گهگدار واسه اینکه دیگه خیلی دور نشم از فضای گرافیک و حالا این زحمت که این چند ساله کشیدم باعث بشه از بین بره و دیگه خب از ذهن به قول معروف از دیده رود از دل برود. میخوام از دیده ها پنهان نشم. خیلی دارم تلاش میکنم بیشتر تو معرض دید باشم همچنان تو گرافیک، ولی علاقه اصلی من الان واقعا تو سمت تصویرسازی همین کار NFT است. درست. حالا با توجه به این دغدغه‌ای که گفتین به گرافیستا توصیه میکنید که وارد این مارکت بشن؟ گرافیستایی که من فکر میکردم فقط خودم انقدر خسته شدم از این قضیه، ولی وقتی وارد فضا شدم و دوستانو مثلا باشون آشنا شدم، حالا تو اسپیس ها صحبت کردیم و اینا، حتی یه بار با ترس و لرز گفتم من طراح گرافیکی که از این اوضاع خسته شدم اومدم تو فضای نمیدم، وای چقدر همه استقبال کردن. صدای همه در اومد. واقعا بله. یه چند تا دوستان گرافیکی هم که اونجا بودن، البته باهاشون اونجا آشنا شدم، از قبل نمیشناختمشون. یه آقای مثلا اومد زد که وای دقیقاً همین حرفی که شما میگیده، منم واقعا خسته شده بودم از این فضا. حتی یه آقایی بود که خارج از ایران هم بود، تو این فضا هم خیلی الان حالت پیشکسوت و شناخته شدن. باشون صحبت کردم تو یکی از اسپیساشون، ایشون هم دقیقا همین حرف رو زد. گفتش که من الان خیلی درآمد بالایی هم دارم به دلار، ولی واقعا خسته شدم از این بحث کارفرمایی و سفارش و اینا و حالا دوست داشتم دقیقا بیام اون فضای آزاد هنری خودم رو تجربه کنم. دقیقا بر منم الان همین شده دیگه. من تو گرافیک درآمدم خوب بود، بد نبود خدا رو شکر، ولی الان اینجا آرامشم بیشتره. یعنی شاید اگه بخوای درآمدو بذاری کنار، فقط اون آرامشه و اون علاقه این سمت بیشتره و این فقط برای من نبود، برای خیلی از دوستانم اینجوری. ما اگه تو دوره هم دیده باشین یک درسی رو کامل با آقای علی ثابت اختصاص داده بودیم که ایشون هم در واقع گرافیک دیزاینر هستن، با یک بک‌گراند خیلی موفق تو این زمینه وارد فضای NFT شدن و من فکر می‌کنم حالا چون ایشون توی کار خودشون هم خب خیلی خیلی به برند بزرگی تبدیل شده بودن، با کمپانی‌های خیلی بزرگی همکاری کرده بودن ولی با این وجود با همه این مسائل باز وارد فضای NFT شدن و دغدغه‌هاشون خیلی به دغدغه‌های شما نزدیک بود
به خاطر اینکه بیان وارد این فضا بشن و یک کار کاملا مستقل و به کار هنری به عنوان یک شغل تمام وقت نگاه بکنن. آره و اینا برای من خیلی جالب بود. و از اون طرف حالا تو بعد مالی هم به موفقیت خیلی زیادی رسیدن توی فضای NFT. آره اتفاقا دقیقا همینطوری. آقای ثابت یکی از هنرمندان به شدت محبوب من هستن که من تو این فضایشون رو شناختم و با ایشون آشنا شدم و واقعا الهام بخش بودن برا من و خیلی من کارایشون رو دوست دارم و اون که باعث شد که مثلا شاید الان بیشتر تو این فضا باشم و خیلی بخوام ادامه بدم و مصمم‌تر باشم همین آشنایی با آقای ثابت بود و خیلی میگم الهام بخش بودن برای من و کارم هم فرستادم، ایشون دیدن و نظر دادن. خیلی برای من باعث دلگرمی بود واقعا. چقدر خوب. اصلا یک چیزی که ما میگیم، یعنی یکی از مزیت‌های مهم فضای NFT همین ارتباطات و کانکشنایی که شکل میگیره که به هیچ عنوان تو فضای فیزیکی امکان پذیر نیست واقعا به این سرعت و در این ابعاد. تجربه شما چطور بوده؟ میگم دقیقا همینطوری بود دیگه. من آقای ثابت رو اینجا شناختم، تو این فضا شناختم و خیلی های دیگه که حالا شاید به بزرگی آقای ثابت نباشن ولی خیلی دیگه از دوستان چه ایرانی چه خارجی و چیزی که تو این فضا هم هست خیلی خوبه اینه که مرزها اینجا برداشته میشه. اصلا تو راحت میتونی با همه ارتباط برقرار کنی. مثلا دیگه تو اینجا چیز نیستش که بخوای کانکشی با یکی حتما یه سری چیزا محدود باشه برات. نه خیلی راحت. من الان یه سری دوستای خارجی پیدا کردم، چقدر تعامله میتونه کمک کنه تو کارت، حتی تو کار با هم همکاری کنن و اسمش هم یادم میره همیشه. آفرین همین کلاب کردن خیلی حالت هستن. بله واقعا یکی از آرزوهای خودم که این اواخر دارم خیلی بهش فکر میکنم کلاب کردن با آقای ثابته. میخواستم ازش پیشنهادم بدم ولی یه ذره روم نشد. گفتم الان میگه نگاه جوجه دو دفعه تازه اومده چه اعتماد نفسی داره. اتفاقا حتما این کارو بکن. من اتفاقا زیادم دیدم که آقای ثابت با هنرمندای مختلف کلاب میزنن توی این فضا روی شبکه‌های مختلف و کلاً آرتیست‌ها استقبال میکنن از این موضوع. اصلا به نظرم نترس و واقعا این کار انجام بده. آره نه حتما انجام بده چون خیلی استقبال میکنن، چون هر چقدر هنرمندا بیشتر تو این فضا نتیجه میگیرن باعث گسترش بیشترش میشه و همه واقعا میبرن در نهایت. بله واقعا همینطوری. الان دارم میبینم بچه‌ها با هم همکاری میکنن، کار میکنن، چقدر لذت بخشه. ولی خب من حس بلند پروازی که از اول داشتم الان آقای ثابت دوست دارم باهاشون بتونم کلاب کنم و میگم از آرزوهامه. خیلی هم دارم بهش فکر میکنم در حدیه که مثلا من قبل خوابم از بچگی عادت داشتم هی خیال پردازی و تصویرسازی. الان دارم مثلا قبل خوابم تو خیالم خیال پردازی میکنم با آقای ثابت دارم همکاری میکنم و کار میکنم اینا. امیدوارم که این همکاری هم هر چه زودتر اتفاق بیفته. فکر میکنم که حتما همینطور خواهد بود و کارتون هم خب واقعا ترکیبشون هم ترکیب جالبی میشه. حالا باید ببینیم که خروجی چی در میاد ولی آره امیدوارم انشالله که بشه همکاری خوبی بشه باشون. که نکته دیگه اینه که من وقتی مارکت NFT رو با مارکت سنتی هنر مقایسه میکنم میبینم که در واقع مارکت NFT فوق‌العاده دموکراتیزه تر شده. درست میگم؟ یعنی ما یک سمت مارکت هنر رو داریم که یک قشر خاصی درش حضور دارن، یک تعداد محدودی از آرتیستا با یک درآمدهای خیلی سرشار و تعداد محدودی کالکتور. اما تو مارکت NFT میبینیم که این چقدر بسط داده شده. شاید درآمدها به اون در واقع به اون میزان نباشه اما تعداد چقدر رفته بالاتر و چقدر هنرمندا و کالکتورها نگاهشون جدی‌تر شده به فعالیت هنری. بله دقیقا همینطوریه. واقعا همینطوریه. من خودم همیشه تو ذهنم این بود که من تو ایران به این چیزی که شما گفتین هیچ وقت نمیتونم برسم، چون دقیقا این فضا هستش که یه تعداد خاص و محدودی وارد میشن تو این قضیه هنر و اینا.
و خب بوده واقعا از اون تو فعالیت‌های گرافیک من دیدم، هم تو گرافیک هم تو هنرهای دیگه هستش واقعا این قضیه. ولی نه تو NFT واقعا این مرزه برداشته شده و خیلی راحت هنرمند میتونه با کالکتور ارتباط برقرار کنه. این خیلی مزیت بزرگیه براش، افسانه نیست این قضیه دیگه که آیا بتونم طرف رو ببینم باهاش صحبت کنم. نه خیلی راحت این ارتباط شکل میگیره، حتی مثلا انقدر ارتباط قوی میشه که راحت میتونه مثلا یه جور سفارش داشته باشه از سمت کالکتور. ولی خب این خیلی قشنگتره که خب خود کالکتورها میان سمت هنرمندا و بر اساس اون چیزی که هنرمند هست کارشون انتخاب میکنن دیگه. سفارش نیستش که اون چیزی که من دوست دارم و تو کار کن، اون چیزی که هنرمند دوست داره رو داره کار میکنه میذاره تو اون فضا و به فروشم میرسه. این خیلی جذاب. از برنامه هاتون بگی برامون، الان در آینده میخواین چیکار کنید تو فضای NFT؟ کالکشن‌های بعدی؟ برنامه که من چون تصویرسازیمو میگم این مجموعه رو تازه شروع کردم، این مجموعه از همون اذیتایی که تو گرافیک شدم شکل گرفته، حالا داره جلو میره. حس میکنم مجموعه بزرگی بشه، اینقدر که اذیت شدم. حس میکنم مجموعه بزرگی بشه. یکم از تکراری شدنش میترسیدم که دیروز با یکی از دوستان که تو این زمینه تجربه بالایی دارن صحبت کردم، میگفتن که نه اتفاقا کارت خیلی جدیده و تا الان مثلا تو این فضا من ندیدم یه همچین سبک و سیاقی. اصلا نترس که تکراری بشی، تو با کوچکترین حرکت اضافی راحت میتونی مثلا یه کار جدید بزنی، یه کار جدید خلق کنی و اینا. خیلی ذوق دارم، خیلی دوست دارم که سریعتر قضیه پیش بره، اینکه هی تون کار بزنم، ولی خب دارم هی چیز میکنم کیفیت کارم برام مهم باشه. فقط مثلا این نباشه که سریع بخوام کار بزنم، در این حال کیفیتم برام مهمه. همیشه وسواس داشتم رو کارم، الانم همینطوریه، با پروکرییت کار میکنم ولی بازم راضیم نمیکنه. همون چیز گرافیکی خودم رو دارم، باید حتما تو فتوشاپ ببرم قشنگ ببینم چی کارش کنم. آره یه ذره این وسواس و اینا هست، ولی فکرای چیزی دارم که انشالله اگه بشه به جای خوب برسه. خیلی امیدوارم که حالا کالکشناتون هم هر چه زودتر ببینیم و شاهد فروششون هم باشیم و دیده شدنشون تو ابعاد گسترده. ممنونم انشالله. کلا نظرتون در مورد آینده NFT چیه؟ NFT فکر میکنم خودش نوپاه، خیلی از قدیم نبوده. خب همین نوپا بودنش نشون میده که یه آینده جدید و خوبی رو در راه داره و چون تازه شکل گرفته و حالا یه سری چیزا هم هی داره بهش اضافه میشه، من آینده خوبی میبینم. خودم حداقل اینجوریه که خیلی بهش امیدوارم و خیلی خودم رو توش یعنی آیندم رو میبینم باهاش. اینطوری نیستش که بگم موقته و تا چند سال آینده است. نه من آیندم رو دارم ترسیم میکنم. نگاه خودتون به این فضا یک نگاه بلند مدت اگه اشتباه نکنم، درست میگم؟ بلند مدت آیندم رو دارم واقعا باش ترسیم میکنم و من شاید از الان به بعد کارم رو دارم تو این فضا میبینم. یعنی یه جورایی دیگه نمیخوام کامل از گرافیک کنده بشم، شاید به خاطر اون تعلقی که نسبت بهش داشتم، ولی واقعیتا اینه که من الان همش دوست دارم تو این فضا کار کنم و آینده خودم رو دارم تو این فضا میبینم. خب شما گفتین که تو دانشگاه هم تدریس میکنین، درست میگم؟ بله دانشگاه سوره. دانشگاه سوره مشخصا گرافیک تدریس میکنین، درسته؟ بله برندینگ و بازاریابی هویت بصری. بعد به دانشجوهاتون توصیه میکنید که وارد فضای NFT بشن؟ اصلا صحبتش پیش اومده یا نه؟ اینجا هستم که تا الان دانشجوها رو باهاشون بیشتر مجازی در ارتباطم، چون به خاطر موقعیت شغلی هم سرم اومدیم جنوب ایران داریم زندگی میکنیم و دیگه تهران نیستیم فعلا. ولی واقعا چرا
خیلی براشون سوال بود که چیه و چجوریه. مثلا یه سریاشون رو میدیدم واقعا استعداد دارن تو زمینه هنر، به همه راستیتش نه توصیه نمیکردم مثلا بخوام عمومی باز بکنم و اینا، ولی به یه سریاشون که میدیدم واقعا استعداد دارن و اینا میگفتم که مثلا کارت اینجوریه، کارت خوبه، چرا چیز نمیکنه؟ چون میدیدم خیلی معطل بازاره، بچه خیلی داره چیز میکنه، تلاش میکنه که تو بازار مثلا یک درآمدی کسب کنه و اینا. بهشون هم گفتم ببین این مسیری که من اومدم شاید 20 سال طول کشید و اینجا رسیدم، تو راحت میتونی با این مسیر شاید 5 سال 6 ساله برسی به این چیزی که من الان رسیدم، حتی شاید زودتر اگر خودت تلاش کنی و اینا. گفتم اون مسیری که میتونی با کالکتورها آشنا بشی، با گالریای بزرگ آشنا بشی. حالا من دانشجوام اکثرا بچهای گرافیکن، بچهای نقاشی باز بیشتر چیز بودن، خیلی براشون جالب بود و استقبالم کردن. الان خبر ندارم حالا وارد فضا شدن یا نه، ولی میدیدم که واقعا بچه داره درگیر اینه که خودشو به زور وارد فضا کنه تو بازار و خب چون بازارم همه دنبال اینن که تو سابقه کار داشته باشی، نمیبینن که کارت خوبه یا نه، فقط باید حتما مثلا یه سال چند سالی و سابقه کار داشته باشی. بعد یه بهشون معرفی کردم، استقبال کردم. بله خوب بوده، ولی واقعا به نظرم بچه‌ها میتونن این فاصله زمانی که ما تو این سالهای دراز طی کردیم راحت خیلی کوتاه کنن و سریعتر برسن به اون چیزی که میخوان. جالبه. من دوست داشتم حالا هر انتقاد و پیشنهادی هم که شما نسبت به مدرسه NFT دارین ازتون بپرسم، چون این برای ما خیلی با ارزشه. حالا با هنرمندای مختلفی که صحبت میکنیم تجربهشون به چه شکل بوده و از دید اونها این همکاری به چه صورت بوده. من که چون میگم به محض ورودم که حرفتون رو گوش ندم ضربه خوردم، انتقاد خاصی واقعا ندارم. خودم خودم بیشتر مسئول میدونم تا بخوام مثلا نقدی چیزی به این قضیه بکنم. ولی الان چه دانشجوی خودم که میمدن ازم میپرسیدن، چه حالا دوستانی که تو این اینستاگرام میان میپرسم، من واقعا حالا نه که بخوام اینجا الان بگم تبلیغ بکنم و اینا، بخوام حالا جلو شما بگم، آره بهترین و جامع ترین و کامل ترین پکیه که واقعا من دیدم. چون من خیلی قبل از NFT گشتم و از این 1 سال جستجو کردم و به چیزی نرسیدم. یه سری مقاله ها و یه سری چیزا تو گوگل میدیدم ولی اون سوالات منو برآورده نمیکرد که اصلا من از کجا شروع کنم. به قول شما حتی اصلا اون چیز ساده NFT کردن چیه، اینا رو هیچ کدوم مثلا نمیدونستم باید چی کار کنم و اینا. خب اینا خیلی مهم بود، این که 0 تا 100 کار چی جوری پیش بره. مثلا من الانم میگم واقعا به بچه‌ها میگم این 0 تا 100 رو اگه میخوان چیز کنن میتونه این پکیج کمکشون کنه و واقعا یه پک کاملیه. خب شما خودتونم مدرس هستین، خب من دوست داشتم یه مقایسه‌ای داشته باشیم در مورد این نحوه آموزش که حالا به صورت آفلاین هست با کلاس‌های حضوری و روش‌های دیگه آموزش. از این نظر تجربتون چطور بود؟ ببینید میشه به جرئت گفت که بعد از کرونا خیلی چیزا تغییر کرد. من خودم حالا بحث فضای آموزشی رو که بخوایم بذاریم کنار، همیشه قبل از کرونا دغدغه‌م این بود که بشینم تو خونه کار کنم، ولی مثلا من کارو میفرستم براتون دیگه میگفتن نه تو باید حتما اینجا حضور داشته باشی. فکر میکردم که نه مثلا کار انجام نمیشه، ولی کرونا ثابت کرد که این اتفاق میفته. آنلاین و آفلاین و اینا خیلی راحت تر، حتی بهتر شاید میتونه اون قضیه رو، اون آموزش رو پیش ببره. من خب اون فضایی که آموزش میدادم میگم اون تو فضای حضوری خستگی هست، نمیدونم کسلی هست،
یه روز حال نداری، من خودم حال ندارم، یه روز دانشجو حال نداره. ولی تو فضای آنلاین و آفلاین همیشه دیگه همه چیز کامل و سره دیگه، یعنی همیشه تو قبراقی و سرحالی و تو به نحو احسن تو آموزش شکل میگیره. من خودم الان همچنان آموزش هایی که مثلا میخوام بگیرم و برم مثلا دوره‌های تکمیلی رو بگذرونم، چه تو گرافیک حالا چه تو زمینه‌های دیگه رغبت به حضوری رفتن ندارم. یعنی واقعا حالا الان که دیگه اینجا هم هستیم، فاصلمون زیاده با تهران، همه چی هم تو تهران متاسفانه، ولی خیلی رغبتی ندارم و دوست دارم که همین آنلاین و آفلاین باشه، چیزی باشه که راحت باشم، هر وقت رسیدم، هر وقت داشتم مجبور نشم یه تایمی رو مثلا چیز کنم. اون تایمی که خودم مثلا آزادم، فراغت دارم، بشینم باش. به نظرم از این لحاظ خیلی بهتر از مثلا چیزای حضوری آفلاین و اینا. اصلا ضربه نمیزنه که فکر کنید مثلا کم و کاستی چیزی ایجاد بشه و به نظرم حتی بهترم هست، کاملترم هست از کلاس‌های حضوری. حالا چون مدرسم هستیم، من مشخصا دوست داشتم اینم ازتون بپرسم که نحوه تدریس دوره به نظرتون چطور بود؟ نحوه تدریس اون سری اول که من گرفته بودم پکیج ازتون خیلی یک نواخت بود راستیتش، ولی و خسته کننده بود حتی برام، ولی الان خیلی خوبه. الان یعنی اون آپدیتی که کردید، یه آپدیت حسابی کردید بعد از چیز، آره خیلی خوب شد. یعنی من واقعا کیف میکردم وقتی میرفتم میدیدم، تصاویر بود، مثلا صدا، همه چیز بود، هنرمندایی که معرفی میکردین کارا رو اینا. آپدیت خیلی خوب بود و خیلی کمک کرد و آپدیت های بعدی همونطور که هی اومد و هی چیز کرد، واقعا خیلی. من الان همش میگم یه پک جامعه کامله واقعا بدون تعارف و بدون اینکه بخوام فیدبک خیلی برام با ارزشه. متشکرم. خیلی عالی. آره به این نکته هم اشاره کردین که شما الان از در واقع ساکن جنوب کشورم هستین و اصلا یکی از مزیت‌های این مدل آموزش اینه که ما از همه جای ایران در واقع افرادی هستن که دوره ما رو خریداری میکنن، با همین آموزشات وارد مارکت شدن و این خیلی برای ما با ارزشه و این اصلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود که ما بخوایم به یک مثلا آموزش حضوری محدودش بکنیم داخل تهران. بله من یادم اون موقع که دانشجو بودم، بچه‌ای که از شهرستان‌ها حالا دانشگاه قبول می‌شدن و میومدن تهران، بنده خداها از همون سال ورود به دانشگاهشون قصه اینو می‌خوردن که 4 سال دیگه من دانشگاهم تموم بشه بعد برگردم شهر خودم که هیچ امکاناتی نیست، هیچ چیزی نیست، همه فضاهای آموزشی محدود شده تو تهران. ولی الان نه، من الان تو آبادان دارم زندگی می‌کنم، 1 سالی هست و این 1 سالی که من تو آبادان بودم خیلی راحت تونستم اون حالا چه از لحاظ آموزشی برای خودم چه حالا برای دیگران هیچ خللی ایجاد نشد. جلساتی که داشتیم با بچه‌ها هیچ خللی ایجاد نشد و خیلی چیزی نداشت برام. جلسات حضوری بود درسته، نتونستم شرکت کنم و نتونستم، ولی از لحاظ آموزشی من اصلا عقب نیفتادم که بخوام بگم دغدغه‌م این بود که چیز شدم. نه، من الان یه گوشه‌ای از آبادان دارم فعالیت‌های نفتیم رو انجام میدم. دارشت خوبم هست. واقعا این مزیت فضای دیجیتاله که به نظرم همه باید جدی بگیرنش. اینکه منابع رو در اختیار همه میذاره، فارغ از اینکه تو چه منطقه جغرافیایی و تو کجا داریم زندگی میکنیم. این خیلی مهمه و من خودم احساس میکنم حالا فارغ از این مثلا دوره آموزشی و این چیزها، خود فضای NFT مثل یک دانشگاه میمونه برای آدم‌ها. یعنی اگه هنرمند هستین یا به فضای هنری علاقه‌مندین یا به سایر جنبه‌های دیگه‌اش مثلا بازاریابی و فروش اثر و اینها، واقعا خود فضای NFT مثل یک دانشگاه میتونه باشه براتون. دقیقاً چون یه چیز جدیدم هست و قطعاً الان تازه اول کاره و از حرفای بیشتری هم برای گفتن داره. هیچ وقت به نظرم تا فکر کنم حداقل 10 سال آینده چیزی نیست که تکراری بشه و بخواد مثلا
سریع از بین بره. چون اوایل که من یادم ارز دیجیتال اومده بود، میگم من هنوزم شناخت کافی ندارم، خیلی اصلا نمیشناسم چیزی، ولی خب خیلی برای بقیه مسخره بود شاید میتونم بگم این قضیه، که یه چیزی الکی میدونستن، فکر میکردن که مثلا بیهوده است، وقتشو داره تلف میکنه تو این کار و اینا. ولی الان میبینم که چه درآمدهای خوبی دارن کسب میکنن و چقدر خوب دارن تو این فضا کار میکنن و میرن جلو. این هم همینه، NFT هم این ارز دیجیتال و این هوش مصنوعی و این هزار تا چیز دیگه ای که هی وارد میشه و ما فقط موظفیم که هی خودمون رو آپدیت کنیم و بروز باشیم، دائما آموزش ببینیم و واقعا قدر اینم بدونیم که از همه جای دنیا بهش خیلی راحت دسترسی داریم. این چیزی نیست که تو دنیای فیزیکی انقدر راحت امکان پذیر باشه. واقعا مهمترین مزیتش اینه که شما فقط کافیه یه ذره اینترنت داشته باشید و یه لپتاپی، گوشی، چیزی که راحت بتونید باش هزار تا کار یه حالا هر جا تو نقطه کور مرزی هم باشی راحت میتونید، مثل ما مرزنشینای آبادان. خیلی عالی. نکته پایانی هست خانم علیزاده بخوایم بهش اشاره بکنین؟ نکته خاصی که نه، من فقط همین این که به بچه‌ها میگم که الان خیلی آتش دارن برای ورود به این بازار و اینکه اینو در نظر بگیرن دیگه، همه چی بستگی به خودشون داره. یعنی NFT خیلی کمک بزرگی داره بهشون میکنه بابت اون آموزش هایی که بهشون میکنه و بهشون یاد میده که صفر تا صد اون قدم اساسی اولیه رو چجوری بردارن. حتی اون چقدر خوب بود اون قضیه کلاهبرداری هایی که میگفتید چقدر مواظب باشید. من اوایل ورودم چقدر از این پیام ها میومد برام و خب اگر من آشناییت نداشتم خیلی راحت مثلا میرفتم و معلوم نبود چقدر از حسابم میرفتم. ولی این چیزایی که شما گفتید ریز به ریزش رو دارید توضیح میدید تو این پکیج، از کلاهبرداری هایی که میشه، از قدم های کوچیک که از 0 تا 100 باید بردارن و پله پله بیان جلو، خیلی میتونه کمکشون کنه. این هست ولی بعدش همه چی میگم به خودشون بستگی داره. مثلا اینجوری نباشه که مثال من حمیده علیزاده بیام پکیج رو تهیه کنم ولی بعداً زیاد چیز نه، حتی دوره آموزشیش هم ببینم کامل کنم، ولی وقتی وارد بازار میشم فعالیت خاصی نداشته باشم، بعد مثلا میام میگم آقا NFT مثلا خوب نه، NFT مثلا کمکی نکرد، در صورتی که خب دیگه هر کسی تا یه حدی میتونه به تو کمک کنه، اون خودت باید اون فعالیت رو داشته باشی. من میگم به مثلا الان مثلا سوال میپرسم، دوستان فکر میکنن که مثلا من الان اگه چند تا کار فروختم، حالا که کارم یه ذره به چشم اومده، مثلا فعالیت خاصی نکردم، در صورتی که زحمت داره، هر چیزی زحمت داره. به قول پدرم خدا بیامرز نون خوردم زحمت داره. الکی نیست واقعا. اینجوری نباشه که فکر کنن که الان اینو تهیه کردیم دیگه تموم شد، من الان یه NFT آرتیست خفن شدم که میلیون ها یا میلیارد تومان قراره پول در بیارم و به همین راحتی قرار این اتفاق بیفته. نه، این ذهنیتی بود که دوستای اطراف خودم هم داشتم. اصلا هیچ چیز راحتی نیست و باید یه ذره سخت باشه براشون و تلاش کنن بابتش. دقیقا همینطوره. خیلی توصیه خوبی کردیم به نظرم، نقطه نظر خیلی خوبی بود. روح پدرتون هم شاد باشه. و اینکه خیلی ممنونم ازتون، واقعا خیلی گفتگوی خوبی بود، من که خیلی لذت بردم. امیدوارم که برای شما همینطوری بوده باشه. سلامت باشین. من امیدوارم که شاهد موفقیت روزافزونتون هم تو فضای NFT باشیم و اینها رو تو پیجمون هم حالا با بقیه به اشتراک بذاریم. مرسی، ممنونم. همینطور انشالله که شما هم و دوستان NFT که من ندیدمشون و زیادم جلو دوری نبودم ولی میدونم چقدر دارن زحمت میکشن بچه‌ها، همشون موفق باشن و شما هم هی پله های ترقی رو سریع طی کنید که باعث شدید که من یه نفر حداقل خودم میدونم که چقدر گره از نواز کردید و چقدر کمک کردید که بتونم
وارد این فضا بشم. قربون شما، باعث واقعا افتخار ممنون. واقعا سلامت. باعث افتخار. خیلی ممنونیم ازتون، مرسی از نظر لطفتون. امیدوارم که با حمایت شما خیلی اتفاقای خوبی برای هممون هم اتفاق بیفته. سلامت باشین. قربون شما خانم علیزاده، روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار. خدا نگهدار.